با مقصد بلند برداشتن اقتدار صادراتی مملکت و معرفی مال و محصولات وطنی در بازارهای بیرونی، پالات سودا و صنایع ولایت منتظم اشتراک شرکت‌های وطنی را در نمایشگاه‌های خارجی و فورم‌های بین المللی تجارتی در تاجیکستان برگزار شونده تشکیل می‌نماید. پالات سودا و صنایع یکی از مرکزهای شناخته شده فعالیت صاحبکاری وطنی به حساب رفته، دایره استحصالات و تجارت را متحد کننده و امکانات فراهم برای معاشرت و همکاری‌های متقابلا سودمند بین استحصال کنندگان داخلی و خارجی به حساب می‌رود. به سبب نیست که شماره صاحبکاران، کارگاه‌های صنعتی، اعضایان پالات سودا و صنایع ولایت سوخت سال از سال می‌افزاید. با مقصد دستگیری نمودن صاحبکاران محلی و رشد اقتصادی ولایت، پالات سودا و صنایع ولایت سوخت امروز با روی جلب نمودن کارخانه‌ها با اعضای پالات سودا و صنایع کاربری نمود که در نتیجه باز امروز 22 نفر صاحبکاران محلی و اعضای پالات سودا و صنایع قبول گردیدند و اعضای در پالات سودا و صنایع برای کارخانه‌ها و صاحبکاران ولایت امکانات می‌دهد که از معرفی مال و محصولات خود در نمایشگاه‌های بین‌المللی، جلب نمودن سرمایه، دریافت شریکان همکار در خارج کشور و آن بحث و مناظره که در فعالیت آنها پیش می‌آید با متخصصان و کارشناسان پالات سودا و صنایع این معما و بحث‌های خود را حل نماید و امروز در ولایت سوخت 420 کارخانه و تشکیلات اعضای پالات سودا و صنایع میباشند که همه آنها از خدمترسانی پالات سودا و صنایع استفاده میبرند و در دوام سال جاری 287 کارخانه و تشکیلات و مؤسسه‌ها در نمایشگاه‌های بین‌المللی کشورهای جمهوری ازبکستان، قزاقستان، فدراسیون روسیه، بلاروسیه، جمهوری اسلامی ایران، هندوستان و ژاپن اشتراک نموده مال محصولات خود را به نمایش گذاشتند که در نتیجه 38 شرطنامه‌های نوی همکاری به امضا رسانده شد که امروز علاقه برای جلب سرمایه خارجی، واردات تکنولوژی و صادرات محصولات از ولایت به این کشورها زیاد گردیده شده است. روز گذشته در اساس عریضه پیشنهاد کرده چندین نفر صاحبکاران به اعضای پالات سودا و صنایع ولایت سوخت قبول کرده شدند. اعضای در این تشکیلات با نفوذ امکان می‌دهد که کارخانه‌ها مال و محصولات خود را در عرصه جهانی معرفی نمایند، به فروش برآورند و جلب سرمایه خارجی عملی کرده شود. پالات سودا و صنایع ولایت سوخت دوام سال جاری مورد تشریف نمایندگان دایره‌های تجارت و صاحبکاری، پالات‌های سودا و صنایع، نمایندگی مملکت‌های خارجی دور و نزدیک قرار گرفته، همزمان چاره‌بینی‌های زیادی را از قبیل بستن سازشنامه‌های همکاری‌های بین دولتی، فورم دایره صاحبکاری و کنفرانس و سمینارها دایر کرده است. من امروز با اعضای پالات و سودا و صنایع جمهوری تاجیکستان قبول شدیم. اکنون ما امکانیت پیدا میکنیم که مال و محصولات خود را در نمایشگاه بین الخلقی داخل جمهوری معرفی نماییم.